حل مشکل برش نخوردن تسمه در دستگاه تسمه کش نیم اتوماتیک. ابتدا لازمه تا از مرغوبیت تسمه و سازگاری اون با دستگاهتون اطمینان حاصل کنید و بعد از اون به بررسی سایر دلایل بپردازید. عملیات برش تسمه در دستگاه‌های نیمه اتوماتیک بر عهده دو قطعه فرونت بار و پرس باره. برش نخوردن تسمه میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. اولین قدم برای حل مشکل برش نخوردن تسمه در دستگاه نیمه اتوماتیک اینه که از روان بودن فرونت بار و پرس بار در محفظه مربوطه اطمینان حاصل کنیم تا بدون مشکل عملیات رفت و برگشت رو انجام بدن. برای این کار فنرهای کشنده این دو قطعه را از آنها جدا کرده و با دست رفت و برگشت این دو قطعه را چک می‌کنیم. مورد مهم بعدی چک کردن فیلر بودن دو قطعه فرونت بار و پرس باره. برای این کار قسمتی که فنر کشنده پرس بار به اون متصل میشه رو با دست به سمت عقب و جلو میبریم و اگر لقی داشت یعنی این قطعه نسبت به فرونت بار فیلر نیست و باید فیلر گیری بشه. برای فیلر گیری دو پیچ مربوط به فیلر ال شکل را شل و پرس بار را به سمت فرونت بار هدایت کرده و سپس پیچ های فیلر را سفت میکنیم. این عمل را تا جایی که لقی پرس بار گرفته بشه تکرار میکنیم. اگر با چک کردن موارد قبل مشکل حل نشد، بایستی از مستهلک نبودن قطعات پرس بار و فرونت بار مطمئن بشیم. برای انجام این کار بعد از جدا کردن فنرهای کشنده از فرونت بار و پرس بار، کفشک دستگاه رو به سمت عقب میبریم و اون رو از ریل های دستگاه خارج میکنیم. سپس فرونت بار و پرس بار رو از محفظه بیرون آورده و با لمس لبه های هر دو قطعه کند و خورده نشدن آنها و همچنین سالم بودن بلبرینگ های مقره پرس بار و فرونت بار را بررسی میکنیم. بعد از خارج کردن پرس بار و فرونت بار، بادامک های مربوط به آن دو قطعه را از نظر ظاهری بررسی می‌نماییم که آسیبی ندیده باشند و همچنین بادامک ها به کمک شافت مربوطه با همدیگه یک پارچه هستند و اگر یکی از آنها را تکون بدیم نباید لقی نسبت به بادامک های دیگه داشته باشند. اگر این مورد پیش اومد باید توسط تعمیرکار مجاز مورد بررسی و رفع عیب بشه. با تخصص بسته‌بندی کنید.